قرغیزستان نخستین کشور آسیای مرکزی است که منصبداران بلندپایه خود را برای ملاقات با نمایندگان رسمی امارت اسلامی که حرکت در بسیار کشورها از جمله در قرغیزستان ممنوع طالبان در افغانستان اعلام کرده است به کابل فرستاد. سخنگوی امارت اسلامی ذبیح الله مجاهد در صحیفه‌اش در توییتر خبر داد که وزیر کارهای خارجه امارت امیرخان متقی نیمه دوم روز 23 سپتامبر در کابل با معاون رئیس شورای امنیت قرغیزستان طلعتبک مصادیقوف ملاقات کرده است. در این دیدار بنا به اطلاع سخنگوی امارت سردار شعبه سیاست بیرونی دستگاه پرزیدنت قرغیزستان ژینبک قلوبایف نیز اشتراک داشته است. درباره موضوعهای مطرح شده در این ملاقات چیزی گفته نمی شود. ذبیح الله مجاهد تنها خبر داد که در جریان ملاقات متقی صاحب مهمانان را استقبال کرد و برای کمکشان اظهار سپاس کرد، اما او نگفت که سخن درباره چه کمکی می رود. در هر صورت قرغیزستان نخستین کشور آسیای مرکزی است که در چنین سطح بلند با نمایندگان حکومت تعیین کرده طالبان ملاقات دایر کرد. قبلا ازبکستان گفته بود که تقریبا 2 سال باز با نمایندگان طالبان تماس داشت، ولی تماس‌های تاشکند غیر رسمی بود و منصبداران چنین سطح را فرا نمی گرفت. تاشکند روز 14 سپتامبر همچنین خبر داد که بار اول بعد به دست طالبان گذاشتن قدرت در افغانستان به آن کشور حدود 1400 تن کمک بشری فرستاده است. چنین به نظر می رسد که در مسئله افغانستان پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف موقعی کاملا ضد موقعی گرفته پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گرفته است. قرار معلوم امامعلی رحمان از جبهه مقاومت ملی افغانستان که محورش را تاجیکان آن کشور تشکیل میدهند پشتیبانی میکند و در نشست‌های اخیر اودکبه و سازمان شانگهای در دوشنبه امیدوار بود که رهبران دیگر کشورهای عضو این سازمان بخصوص قدرت‌های بزرگ چون چین و روسیه از موقع او پشتیبانی میکنند، ولی روسیه و چین طوری به نظر میرسد تا حال موقع منتظری را پیشه کردند. صادر جباروف باشد در نشست‌های دوشنبه به ضرورت مکالمه با نمایندگان حکومت نو افغانستان در مورد راه‌های امکان‌پذیر همکاری با مقصد برقراری هرچه زودتر ثبات در آن کشور تاکید میکرد. ما امیدوار هرچه زودتر آرام شدن وضع افغانستان و تشکیل حکومت نو فراگیر با ساخت دولتی برای مردم این کشور مقبول هستیم، گفته بود جباروف. به فرق از دیگر رهبران منطقه امامعلی رحمان با صراحت اعلام کرده است که اگر طالبان در حکومت آینده خود به تاجیکان افغانستان و دیگر اقلیت‌های قومی آن کشور جایگاه شایسته را قائل نمایند، دوشنبه حکومت نو را در کابل اعتراف نخواهد کرد.